سلام دوستان، آموزش شریان سرعتی سالونی رو داریم. ابتدای کار صدفی رو جدا میکنیم و با کش ماکارونی فیکس میکنیم. بنا به سلیقه مشتری و یه تکنیک انتخابیمون لایه ها رو یا خطی میکنیم و یا ساده نگه میداریم. ادامه ایمون رو تافت میزنیم، پوش میدیم و اگه مشتری موهاش کم حجم بود از پرتز سیلیکونی استفاده میکنیم. برای جلو مو و اطراف مو از تکنیک بافت پیچ استفاده میکنیم که هم به چشم مشتری میاد و در عین حال سریع انجام میشه. نکته این تکنیک اینه که حتما از اسپری وکس استفاده کنید که وزها رو بگیرید. من از کیان استفاده کردم، شما میتونید از کاسپین هم استفاده کنید. لایه های سمت چپ هم به موازات لایه های سمت راست فیکس میکنیم، پیچ میدیم و وزگیری میکنیم و در نهایت با اکسسوری مورد نظرمون تزیین میکنیم. اگه پست رو دوست داشتین برای دوستاتون بفرستین و با لایک و کامنتاتون حمایت کنید.